نو رو تبریک میگم. این جفرک است. ساعتی ما 9:12 شد. امیدوارم سالی که در آمد برای شما پر از شادی و فرح باشه. جفرک است برادر. ساعت ما با تاجیکستان 4 ساعت فرق میکند، با مسکو 2 ساعت. برای همین هم ما همین حالا جشن میگیریم. بله، سوالاتون رو گوش میکنم برادر. فردا روز کاری نیست، فردا روز استراحت است. خدا خواهد روز دوم ینور بازم با شما ملاقات خواهیم داشت. امیدوارم سال 2020 به خواندن هر شما فیض و برکت بیارد و زندگی پر از نشاط داشته باشید. بله، در رگ از سال نو را جشن میگیرم. تبریک میگیرید با شور و شر. سپاس فراوان به شما نیز استراحت خوب میخواهم. چند سال پیش وعده کرده بودند برای سربازان دادن زمین، ولی فعلا تا جای من میدونم این گونه وعده نیست برادر. فردا سحر نه برادر، روزی پنجشنبه نصیب یعنی دوم ینور بازم در خدمت شما قرار میگیرم. سپاس از همه شما دوستان.